درباره روزش هم اگرچه درباره روزه عرفه مؤکداً حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند 1 سال پیشینه و 1 سال بعدینه رو امید دارم که گناهایش بخشیده می شود. اما در همین دهه هم حدیث همسران پیامبر و این چنین حفصه همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است در سنن ابو داود که پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 روز ذوالحجه رو هم روزه می گرفتند. 9 روزش رو ببخشید، چون 10 روزش روز عید است و در روز عید روزه گرفتن گناه است. فقط هیچ چیز نخورده به نماز عید رفته، بعد از نماز عید اومده یکم لقمه که میخوری از گوشت قربانیت بودن، این سنت است. لیکن 10 روز روزه نمیگیریم، اساسا 9 روز رو روزه میگیریم که سنت است. و بعضی از تابعین از جمله از شاگردان عبدالله ابن عباس بودند که آنها همیشه روزه می گرفتند، یعنی همین 9 روز ذوالحجه را همیشه، چون روزه هم از بالاترین عبادت ها هست. انسان علل خصوص در این روزهای گرمای تابستان تشنگی و گرسنگی رو به خاطر الله تحمل می کند. یعنی تابعین بودند که این روزها را روزه می گرفتند. و البته که توبه هست، توبه و رجوع به پروردگار، که در این روزهایی که فرصت است و وقتی که یک روز و وقت رو پروردگار برای عبادت معین کرد، باور کنید خود شیطان هم ضعیف می شود و نفس اماره ما هم، چگونه که در رمضان همان وسوسه‌ای که شیطان در دیگر روزها می کند به ما کرده نمی تواند، یا اینکه در مثلا نصفه شب وقتی شما برای تهجد بیدار می شوید اصلا تماما با دیگر روحیه بیدار می شوید. در این دهه ذوالحجه هم چون فرصت عبادت است، فرصت عبادت است و ضعیفی شیطان است از اینکه عبادت های من و شما زیاده است، باید به پروردگار توبه همون را صادقانه بکنیم. و چه خیلی گفتم گناه هایی که ما میدانیم و الله میداند بگذار در همین دهه ذوالحجه ترک کنیم و پروردگار برایمان توفیق بدهد که دیگر تمام سال هم ترک کنیم. یعنی کارهایی که عادی برای مؤمن، بعضی از کارهایی که حتی مباح هست بعضا فکر میکنید میبینید که مباح هست لیکن وقت شما رو میگیرد، رفته به مکروه و به حرام میرسد و ما خودمون میدونیم. یعنی بل الانسان علی نفسه بصیر رو میگوید الله، هر یک انسان نفس خودش رو، شخصیت خودش رو میداند. میدونیم که چه گناه ها داریم، چه گناه هایی که با زبان انجام میدهیم، چه گناه هایی که از عقل و از دل ما یا نیت های بدی که داریم یا بعضی عمل هایی که خودمون میدانیم و الله میداند. بگذار در همین دهه ذوالحجه ترک کنیم به خاطر اینکه این دهه مثل دیگر روزها نیست و کوشش کنیم در دوام سال هم به آن تماما دست نزنیم.